سلام سهراب جون، من حاضرم. سلام خاله پسر، قربانت برم. بالاخره نوبت تو هم رسید. خب خاله پسر سیاه، من اینجا پارک میکنم. اینجا که جای پارک نی. توی خیابون به این تنگی میخوای دوبله پارک کنی؟ روز خواستگاری دیگه بی خیال این حرفا شو. یه روزه، 100 روز که نیست. تازه تو که تو ماشین نشستی مبادلی. خدا لعنتت کنه پسر، آخه اینجا جای پارک کردنی. آقا ببخش، خیابونو بسته میگه ببخشی. همه تقصیر این سهرابه. ببین چه بی‌مسئولیته. آخه مرد حسابه اینجا پارک میکنه. ببخشید، عذر میخوام. بالاخره اومدی. گل کو؟ گلی برات خریدم که تا عروس ببینه بله رو میگه. به خاطر راحتی خودشون همینطور وسط خیابون پارک کردن و رفتن. سیاه جان تو همینجا تو ماشین باش تا من سهراب جون، من دیگه تو ماشین نمیمونم جواب مردمو بدم. تو یه جایی پارک پیدا کن تا من برگردم. بدون خاله پسر، منم یه جای ردیف پیدا میکنم. ممنون. ها بدون خاله پسر که بدبخت شدیم، الان زرتنا رو میبره. جناب سروان ببخشید، پسرخاله من چه خلافی کرده؟ پسرخاله شما جلوی تابلوی توقف ممنوع پارک کرده بود. آخه مگه من نگفته بودم جای پارک پیدا کن؟ حالا به مراسم خواستگاری من نمیرسی. اشتباه کردم، دیگر پشیمانم. منو ببخش که باعث شدم سرنوشت عوض بشه. اگه همه مثل پسرخاله شما فکر کنن، این خیابون تبدیل به پارکینگ میشه. البته استثناء با توجه به اظهار پشیمونی ایشون میتونید خودروتون رو ببرید. جناب سروان دمت گرم. تشکر میکنم. باریکلا. بفرمایید. ممنون، من رژیم دارم، فقط میوه میخورم. دست گل عروس گلم درد نکنه. بفرمایید. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم آقای سیاه. از دید من که آقای سیاه پسر پاک و درستیه که با پشتکار و انرژی که داره میتونه زندگیشو بسازه. حالا ببینیم نظر خودشون چیه. دخترم بله پدر. گفت بله. مبارکه. باورم نمیشه. باشو خودتو جمع کن. باشو. راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی